رئیس جمهور امامعلی رحمان در یک نشستی در شهر آستانه از همتای روسش ولادیمیر پوتین خواست تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را حرمت کند. او در نشست کشورهای آسیای مرکزی و روسیه که روز 14 اکتبر در پایتخت قزاقستان صورت گرفت، ضمن سخنرانی غیر مقرری گفت: ما می‌خواهیم که ما را حرمت کنند، مگر ما کدام یک بیگانه هستیم؟ ما به سرمایه گذاری زیاد احتیاج نداریم. ولادیمیر ولادیمیرویچ از شما خواهش که دیگر سیاست نسبت به کشورهای آسیای مرکزی مثل زمان اتحاد شوروی سابق نباشد. امامعلی رحمان در این نشست گله کرد که در زمان شوروی به کشورهای خرد آسیای مرکزی مثل تاجیکستان به قدر کافی اعتبار نمیدادند و یک سبب از بین رفتن شوروی همین بی‌اعتنایی به ملت‌های خرد بود. و قول رحمان کشورهای منطقه فقط همچون منبع اشیاء خام به مثل پخته برای روسیه استفاده می‌شد. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت: همین سبب فروپاشی اتحاد شوروی شد. من فکر میکنم شما ناراحت نمیشوید. در آن زمان من عذر میخواهم مثل حالا به کشورهای خرد به ملت‌های خرد اهمیت نمیدادند، رسم و عنعنه‌هایشان را به اینابت نمیگرفتند، کمک و دستگیری نمیکردند که پیشرفت کنند. امامعلی رحمان همچنین از آن شکایت کرد که درباره حضور مهاجران کاری تاجیک در روسیه به ولادیمیر پوتین معلومات نادرست دادند. او با اشاره به ملاقات یک روز پیش با ولادیمیر پوتین و با استحاله گفت آماری که او آورده است درست نیست. 2 میلیون نفر نیست، بیشتر از 2 میلیون نفر به روسیه سفر میکنند، ولی نه فقط برای کار فقط 600,000 نفر میرود. بقیه به دیگر کشورها پرواز میکنند. ببینید سال آینده 50% کاهش مییابد چون که راهها بستند. امامعلی رحمان در ویدیویی که از نشست رسانه‌های قزاقستان و قرقیزستان نشر کردند بیشتر از 7 دقیقه صحبت میکند و جای قاسم جمعت توقیف رئیس جمهوری قزاقستان و میزبان نشست از او میخواهد سخنرانیش را پایان دهد، ولی امامعلی رحمان میگوید که ما اینجا برای صحبت آمدیم. این ویدیوی سخنرانی امامعلی رحمان را در مدت کمتر از یک شبانه روز تنها در یک کانال یوتیوب تقریبا 3 میلیون بار تماشا کرده و زیر آن 22,000 شرح گذاشتند. بسیاری از کاربران امامعلی رحمان را برای آشکار گفتن حقیقت برای ولادیمیر پوتین احسن و آفرین خواندند. یکی از کاربران با نام ویرا گاروفسکیا نوشته است: شاه بسیار به خشم آمد. او خوش ندارد که کسی نصیحتش کند، ولی او یعنی رحمان حقیقت را گفت، نه کسی دیگر. اما تعداد از کاربران دیگر خود امامعلی رحمان را تنقید کردند که اگر در طول 30 سال حکومتداری برای مردم شرایط مناسب زندگی و کار فراهم می آورد، مناسبت با او و تاجیکستان دیگر بود. باورجان نورسلطانویچ یک کاربر در یوتیوب نوشته است: رئیس جمهوری تاجیکستان اگر مردم شما در رفاه و آسودگی زندگی میکرد، اگر با تمام شرایط تامین میکردی، با تحصیل، اقامت و غیره تامین میکردی، نه تنها پرزیدنت ها بلکه مردم شما را احترام میکرد. جمشید کنجف نوشته است: جالب است بدانیم ولادیمیر پوتین که سیمای اول نشست سران است چی واکنش نشان داده است، اما آنچه که رئیس جمهور ما امامعلی رحمان گفت حقیقت محض است. پایان اقتباس. در واقع ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واکنش به گله امامعلی رحمان گفته است: فکر میکنم آنچه که امامعلی شریفویچ گفت تا حد زیاد درست است. خبرگزاری دولتی تاس از قول ولادیمیر پوتین نوشته است: البته در زمان اتحاد شوروی با زبانهای ملی کتاب چاپ میکردند، تئاتر باز میکردند، فرهنگ و اقتصاد را رواج میدادند. سخنرانی امامعلی رحمان در حلقه‌های پژوهشی هم انعکاس گسترده پیدا کرده است و تعدادی از پژوهشگران آن را یک نشانه دیگری کمتر شدن نفوذ ولادیمیر پوتین بعد از جنگ در اوکراین و در نزد شریکانش نامیدند. جنیفر مرتضاشویلی پژوهشگر بنیاد کارنگی در توییتر نوشته است: این سخنرانی انعکاس تکان دهنده وضع نابسامان اقتصادی تاجیکستان و فراخوانی کمک بیشتری روسیه است. من این درخواست را برای کمک به وابستگی بیشتر میدانم، نه درخواست برای خودمختاری. تاجیکستان و روسیه دو شریک نزدیک استراتژیکی به حساب می روند و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج در تاجیکستان جایگیر است. عین زمان اقتصاد تاجیکستان به پول مهاجران کاری نیز پایبند است که از روسیه میفرستند. امامعلی رحمان از متحدان اساسی ولادیمیر پوتین به حساب می رود و پس از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه ولادیمیر پوتین اولین سفر خارجیش را در تاجیکستان انجام داده است.